بسم الله الرحمن الرحیم. به آشپزخونه ما خوش اومدید. امروز با طرز تهیه آب طالبی آب هندونه در خدمتتون هستیم. طرز تهیه آب هندونه رو بهتون یاد میدیم، طرز صحیحش رو. ابتدا با یه قاشق هندوانه رو برمیدارید به این حالت، سعی میکنید هسته هاش رو جدا کنید، بقیه رو میریزید تو این و سپس کمی آب، من از قبل آماده کردم آبو، و از چند تا یخ میریزید توش، سپس هم میزنید. زردچوبه نمیخواد؟ نه با این میخوام هم بزنم. هم بزن. سپس اینو محکم میکوبید. زیر گاز روشن نمیکنه مگه؟ نه زیر گاز روشن نمیشه. نمیشه. بعد قشنگ به این حالت هم که زدید، این آب هندونه شما تقریبا آماده است. به این حالت اینو دوباره یکی دو تا یخ باید بندازید توش، میذارید توی یخچال جای یخی که قشنگ به صورت آیس بگ بشه و میل بفرمایید. ممنونم که برنامه ما رو دنبال میکنید. در ادامه آشپزی در خدمتتون خواهیم بود. مرسی، ممنون.